پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلوات الله وسلامه علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. Was ist das, was diesen Kreis so anziehend macht? چه در این حلقه می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده است؟ شاید نبود جمود و مواظبت از نوآوری‌های نامنضبط است. شاید حریت علمی میان سبک استدلالی حوزه قم و نجف. این مطلب قاعده لطف بود که بفهمید. آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بی آنکه در پی توجیه ناصواب‌ها باشد با شاگردانش چنان بحث و تبادل نظر می‌کند که گویی اشکال و قلت و انقلت نفس درس است. نه، ما اگر قولی باشه که اقوال رو مثلا با این حساب در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست، دیگه از اجماع رفتیم بیرون، چون اجماع یه قول واحده. Von Gelehrten wie